سلام درود دوستان عزیز. در این ویدیو در مورد بورسیه های کاملا رایگان محمدیه یونیورسیتی اف ساکارتا یا دانشگاه محمدیه ساکارتا که واقع در شهر ساکارتا است، در اصل در اندونزیا هست، شهر ساکارتا اندونزیا هست، صحبت میکنیم. دوستان این دانشگاه هر سال بورسیه های کاملا رایگان در مقاطع لیسانس، ماستری و دکترا اعلان میکنه و یکی از بهترین دانشگاه های بین المللی اندونزیا هست. یعنی وبسایتی از این دانشگاه است دوستان. میبینین عکسای مقبولی مونده. خب میریم مستقیم در بخش معلومات دوستان. اینجا خب دوستا نام دانشگاه هست محمدیه یونیورسیتی آف ساکارتا UMS. دیگه بورسه هایی که اعلان کرده در بخش لیسانس هست، ماستری و دکترا هست. فیلدز اف استادی رشته هایش مختلف هست و نوعیت بورسیه هم فولی فاندد هست. نیگه کیها میتونه اپلای کنه؟ بچه های دکترا. جندر open to both male and female applicants students. خب میتونه که هم دکترا اپلای کنه و هم بچه. Bachelor's duration 8 semesters. مدت لیسانس 8 سمستر میشه. مدت ماستری هم 4 سمستر. 8 سمستر هم 4 سال میشه دیگه. 4 سمستر 2 سال. و دکترا رو به 6 سمستر بخونه که فکر کنم 3 سال میشه. دوستا این بورسیه کاملا رایگان هست. ببینین یکی tuition fees یا فیس دانشگاه رو میتونه monthly living allowance دیگه، یعنی چند میشه؟ 1,750,000 IDR یا اون پیسه اندونزیایی میشه که به شما میتونه خرج مصارف ماهانه‌تان را کنه. monthly books allowance دیگه، ماهانه برای کتابتان 50,000 IDR میتونه. دیگه مصارف صحیتان سرشان هست، health insurance هست، ویزا فیس هست، فیس ویزا، limited stay permit. خب stay permit هم میتونه به شما، یعنی همو اقامت دیگه همونجا. return air flight ticket به شما مصرفی حتی مو تیکت هواپیمایتان هم میتونه. دیگه free 1 year بهاسا اندونزیا کلاس for students who choose regular class. این هم یکی از امتیازاتش هست. eligibility دوستا شرایطی از چیست؟ شما یک میخواین برای لیسانسش اپلای کنین، لیسانس و ماستری و دکترا فرق نمیکنه. شما باید حداقل اگر بر لیسانس اپلای میکنی از 100 باید حداقل 75% نمراتت باشه. پاسپورتت حداقل 18 ماه وقت داشته باشه از جنوری from January of the start year. خب از جنوری سال 2025 که شروع کنی شما باید حداقل پاسپورتتون 18 ماه وقت داشته باشه. age limit bachelor's 25 masters 30 doctoral 35. شما دوستا میبینید دیگه که بر لیسانس 25 ساله باشه، از 25 سال بالا نباشه، در ماستری از 30 ساله بالا نباشه و در مقطع دکترا از 35 ساله بالا نباشه. willing to pay a visa deposit of IDR refundable after arriving Indonesia. دوستا شما گفته کسایی که میخواید ثبت نام کنه ولی در حداقل 6 میلیون آیدیار، 6 میلیون آیدیارش شما بزنید در گوگل چه میشه. 6 میلیون آیدیار باید برای ویزا خودت پرداخت کنی. یعنی تو زمانی که ویزا میگیری باید 6 میلیون پرداخت کنی و بعد از اون یه ریفند میشه به شما، یعنی پس داده میشه، یعنی پیسه توسط شما توسط دانشگاه داده میشه زمانی که شما در اونجا برسین. یعنی تو نمیکنه که به شما پیسه روان کنه بگه ویزا بگیرین. شما ویزا رو میگیرین، پیسه خودتون میتین، بازو در اندونزیا رفتین، باز نمی 6 میلیون آیدیار یا پیسه اندونزیایی رو به شما میتن. خب 6 میلیون که رقم بالا معلوم میشه، با شما بزنید که یعنی پیسه اندونزیایی در افغانی چند میشه، دلار چند میشه. 6 میلیونش حتما که مقدار کمی میشه، زیاد نمیشه. بیچلرز پروگرام دوستان هم رشته های لیسانس هست، کمیونیکیشنز بحث ارتباطات هست، اینفورماتیکس هست، انفورمیشن سیستمز هست، سیستم های اطلاعاتی، منیجمنت، اکاونتینگ، اکونومیک دیولپمنت. خب رشته های مختلف داره. ماسترز پروگرام رشته های ماستری و رشته های دکترا. اسناد نیاز، مورد نیاز. required documents passport size photo access size پاسپورت کار دوستان، خود پاسپورت نیاز هست. academic recommendation letters و یک دانه یا حداقل 2 دانه ریکامندیشن لیتر نیاز است از اساتید مکتبتان، کسایی که ماستری هستند و جای کار، کسایی که بر لیسانس اپلای میکنن، یک دونه از استاد مکتب، یک دونه از استادای کورس. ریسرچ پروپوزل ای برای ماستری و دکترا هست. برای لیسانس همو چی میشه؟ موتیویشن لیتر یا انگیزنامه میشه. هل فرم، یک فرم صحی، فرم صحی رو در شفاخانه ها برید، در شفاخانه های خصوصی در اونجا شما را یک معاینه میکنه، باز یک فرم صحی میته. باز اگر شما در کابل بودین یا در هر ولایت هستین، در یک شفاخانه مرکزی داره در سطح ولسوالی و در سطح ولایت، شما میتونید در شفاخانه مرکزی مراجعه کنین، بگین که یک فرم صحی به شما رایگان میته. how to apply چونه اپلای کنیم؟ بالا این لینک کلیک کنین. خب دوستان ما بالای لینک کلیک میکنم، من لینک مستقیم در بخش دیسکریپشن یا در بخش کامنت این ویدیو میمونم و شما بالای لینک کلیک کنین که با هم مرحله پیش بریم ثبت نام را اپلای ناو. خب دوستان کسایی که اکانت داره بالای ساین این کلیک میکنه و کسایی که اکانت نداره بالای ساین اپ کلیک میکنه. بالای ساین اپ کلیک کنی یعنی تو یک چی ایمیل آدرس خود نوشته میکنی، باز پسورد میتی و پسوردت اینجا در بخش پایین تایید میکنی. من چون یک چند دفعه پیش اینجا یک اکانت ساختم، من میرم بالای ساین این کلیک میکنم. ساین اپش هم مشکل نبود، شما درست میکردین.
من ایمیل خود در اینجا از نوشته میکنم @gmail.com پسورد. دوستا یکش اشتباه بوده، یا ایمیل یا پسورد. خب ما انشالله که این دفعه اشتباه نگیره. خب وارد سایت شدم. دوستا اینجا میبینین اینی سایت دانشگاه UMS یا University of محمدیه زاکارتا. من این بالای یعنی 3 خطی طرف راست کلیک میکنم و یک دوستا یاد نره که ما از طرف چی پیش رفتیم، موبایل پیش رفتیم. این اینجا آمدن در بخش منیو مای اکاونت، مای اپلیکیشنز، انفورمیشن. ما در بالای مای اپلیکیشنز کلیک میکنم. اپلیکیشنمو درخواستی میشه، بالای اپلیکیشن کلیک میکنم و بالای باز گفته رجیستر پروگرام مای سابمیشن انفورمیشن. ما رجیستر پروگرام میکنم، یعنی در یک برنامه میخوایم ثبت نام کنیم. رجیستر پروگرام، بالای رجیستر پروگرام کلیک کردم. رجیستر پروگرام پلیز. خب گفته please complete your account to access the application form. click here to complete my account. خب بالای از این کلیک میکنید تا اکانت خود تکمیل کنیم. من فقط یک ایمیل و پسورد دادم دیگه چی استفاده نکردم. خب اینجا یک عکس انتخاب میکنم دوستان. خب من یک عکس اینجا انتخاب میکنم و شما میتونید عکس خودتون انتخاب کنید بخاطر که من آزمایشی پیش میرم. احمد نام خودت نوشته میکنید اینجا، نام مکمل تونه. مثلا من نوشته میکنم احمد تخلص احمدی میدل نیم ندارم. پاسپورت پاسپورت نمبرش نوشته میکنم. من یک نمبر است پیش خود. خب country of origin از کجا کشور هستی؟ از افغانستان. citizenship ملیت چی است؟ افغان. date of birth اول سال انتخاب میکنی، بالای سال کلیک میکنی. مثلا من میگم ما در سال 2000 متولد شدیم دوستان، یا 2002 مثلا متولد شدیم. در سال 2002 در 14 نوامبر متولد شدیم. place of birth من میگم کابل هست. خب marital status حالت مدنی تو ازدواج کردی، مجرد هستی؟ من میگم من مجرد هستم. single. gender male. خب gender male. country باش که گفته آدرسی که شما فعلا نمیالی هستید اینجا country افغانستان. province من از کابل هستم و در کابل فعلا زندگی میکنم. میگم که در ولایت کابل هستم، در شهر کابل. هوم ادرس من میگم من در چی هستم؟ در سرک دارلمان خانه من هست. و پست کد یا کد پستی پستخانه چی سرک دارلمان 1004 هست دوستان. 1004 میزنم. باز گفته که اینجا گفته recent residential address. گفته امو اخیراً در کجا زندگی میکنیم یا در کجا زندگی میکنیم. من میگم در زندگی میکنم. بالا یعنی علامتی یعنی کلیک کردم اون چیزی که در بالا ذکر کردم یعنی دارلمان آردی روت. کانتاکتس نمبر تماس خاص اینجا من افغانستان انتخاب میکنم. خب اینجا یک نمبر تماس ذکر میکنم. میگم 078 8555. خب یک نمبر تماس دیگه هم گفته بیتی یک وقت میشه که او نشه. مثلا من 077. خب یم از نمبر تماس. سوشال میدیا اینجا یک لاین یا ویچت یا واتساپ بیت باید. من میگم من نمبر واتساپ خودت اینجا میتونم نمبر واتساپ نوشته میکنم براشون 0093 78 88. خب نمبر واتساپ نوشته کردم. ایمرجنسی کانتاکتس اینجا یک نمبر میتی که در اوضاع در وقتایی که یک چیز عاجل پیش میاد براشون زنگ بزنیم. من میگم که نام از این نفر هست مثلا محمد. نام این نفر هست محمد. موبایل نمبر هست. نام موبایل نمبر هست 93 77. ریلیشنشیپ من میگم که این آدم برادرم است. آدرسش کجاست؟ هم در دارلمان میشینه. دارلمان رود کابل افغانستان. یعنی اینجا بالای سیف کلیک میکنم. خب دوستان معلومات موفقانه اضافه شد. این حالی میریم در بخش در بخش اپلیکیشن میرم و در بخش رجیستر پروگرام میذارم که این دفعه کار میکنه این کار کرد دوستان. وقتی که معلومات اضافه کردین اینجا اومد در بخش رجیستر پروگرام که زدی بچلر ماستر دکترال. من بچلر انتخاب میکنم. من میگم من در لیسانس میخوانم. اینم پاسپورت ایدی دیت اف اکسپایری امو ختم پاسپورت. من میگم که من در 2033 در 9 نوامبر پاسپورتم وقتش تمام میشه. اسکن اف پاسپورت اینجا اسکن اف پاسپورت کاور فقط پشت پاسپورت گفته. خب من اینجا عکس اپلود میکنم تو با شما باید که خودش اپلود کنین. من اینجا عکس اپلود میکنم. خب something went wrong. خب باید سایزش حداقل 200 که بینا بالا نباشه. سایزش
و همچنین دوستا باید دمو اسکن هایی که میگیرین اسنادایتان را در شکل پی دی اف باشه. خب من میرم در پی دی اف اینجا در بخش داکیومنتس. خب اینجا پی دی اف من انتخاب میکنم. یعنی قبول که دوستا این پوش پاسپورت است، از اون پوش اول که نوشته است مثلا همون نام افغانستان دیگه نوشته است پاسپورت. باز اینجا در بخش پایین از همون عکس همون صفحه‌ای که عکس داره گپا نامتون جزئیات است اون رو اپلود میکنین. خب بالای اپلود کلیک میکنم. خب اینجا پاسپورت ما اپلود شد دوستا. میریم در بخش پایین های سکول نیم. خب در بخش نیم دوستان نام مکتبتون ذکر میکنین. مثلا من میگم در حبیبیه درس خواندیم، حبیبیه های سکول. نام مکتبتون به اساس شهادتنامه باید باشه. آدرس من میگم در سرک دارلمان است، دارلمان رود. رول منیر در کدام سال میگه که چی اونجا شامل شدی. من میگم من در سال من اینجا سالش پس میبرم. خب 12 سال که خوانده باشم. در سال 2000 مثلا من فکر کنم پارسال فرستادم در سال 2023. در سال 2000 چند میشه دوستان؟ 2012 میزنم من. 2011 میشه نه؟ 2011 من در سال 2011 میگم که اونجا انرول شدیم. گریجویشن ایر چه وقت فارغ شدیم؟ میگم در سال 2023 فارغ شدیم. فیصدی نمرات چند است؟ من میگم که 77 است. در اونجا این شرطش بود که 75 باشه. خب از چند 70 است؟ 70 است. من میگم از 177 است. خب اسکن اف سرتیفیکیت. خب اینجا شهادتنامه رو اپلود میکنم. میرم در بخش پی دی اف ها. اینی مثلا باشه شهادتنامه من و اسکن اف. خب اینجا بخش نمراتش پشت سر شهادتنامه رو اپلود میکنم. پشت سر شهادتنامه ترانسکریبت میشه. اسکن اف اکونومیک ریکامندیشن لتر. یک دونه ریکامندیشن لتر یا دو دونه داشتی، هر دوش یک دو دونه داشتی، هر دوش یک جای میکنی. اگه یک دونه داشتی هم یک دونه اپلود میکنی، هم درست است. من کلش اپلود کردم. اینجا گفته که کامنسمنت دیت 2 سپتامبر 2025. من میگم 2 سپتامبر 2025 من میخوام درس را شروع کنم. فاندینگ سلف فاندد میخوای خودت پرداخت کنی. اینترنشنالی پرایورتی اسکالرشپ فول فاندینگ یا اینترنشنالی پرایورتی اسکالرشپ پارشال فاندینگ یا نان یو ام اس اسکالرشپ. من اینترنشنال پرایورتی اسکالرشپ فول فاندینگ درست این رو انتخاب میکنم. دیگه پروگرام اینترنشنال. پروگرام اینترنشنال است وقتی که من یک مسئله بنلی هستم، خارج از اندونزیا هستم. سلکت فاکولتی پروگرام. من میخوام چی بخونم؟ شما دوستان اینجا 15 آمده. فاکولتی اف اسلامیک استادی، فاکولتی اف هلت ساینس، بخش سحر میخونیم، فاکولتی اف اکونومیک اند بزنس. خب من میخوام که اقتصاد تجارت دیگه بخونم. خب در 15 باز اصل رشته به چی باشه؟ خب منیجمنت انگلیش. خب این اینجا مدیریت داره دوستان. در 15 اقتصاد و تجارت من مدیریت میخونم. شما میتونید که اینجا اگه هلت ساینس مثلا من هلت ساینس را انتخاب میکنم اینجا. یعنی اینجا باز نرسینگ داره در بخش صحت. من میگم که نه اقتصاد میخونم. مدیریت انتخاب شد. یا اسکن اف لنگویج پروفیشنسی. دوستان اینجا شما اگر یک توفل یا آیلتس که دارین یا دولینگو دارین اینجا وارد میکنین به بخش لنگویج پروفیشنسی. اگر ندارین یک دیپلم یا سرتیفیکیت از دانشگاه ها چه از کورسایی که گرفتین اون رو میتونین اینجا اپلود کنین. من میرم مثلا من چی دارم؟ یک سرتیفیکیت زبان انگلیسی مثلا اینجا نوشته میکنم. ایران وارد میکنم اینجا بخش ایسی. بالای ایسی که آمدی یور موتیویشن دوستان حداقل حد اکثر باید در 150 کلمه نوشته شود. در بخش اولش اینجا گفته your motivation. describe your motivation for applying for this program. what drives you to pursue higher education in your chosen field. گفته تو چرا امی رشته رو میخوانی و اهدافت چی است؟ چی باعث شده که تو رشته رو بخوانی؟ خب من اینجا چیزایی نوشته میکنم ولی شما امید یک بخاطر که وقت رو میگیره شما باید را بخونین و یک روز درست سرچ کنین. your study plan. outline your study plan for the duration of your program. what specific courses research projects. تو در جریان درسای خود بالای چی تمرکز میکنی؟ بالای کدام موضوعات؟ من میگم من در جریان درسای خود بالای مهارت های مدیریت و رهبری سازمان های غیر دولتی مثلا تمرکز میکنم و یکی چگونه مثلا کارمندا را بگم که موتیویتد نگاه کنم و یکی چگونه مثلا یک کاستمر کیر سرویسز خوب بسازم در سازمان. academic and non-academic experience. discuss your academic and non-academic experience. دوستان اینجا شما همون تجربیاتی که دارین مثلا شما در چی یاد گرفتین از این چیزایی که خواندین، چی یاد گرفتین، چی تجربیات دارین، چی دستاوردهایی دارین. میتونه مربوط به درستون باشه، میتونه غیر درستون باشه، میتونه حتی مثلا ورزش باشه. بگین که من عضو تیم مکتب هستم، تیم فوتبال. بگین که مثلا من در جریان از اینکه درس میخواندم در یک کورس من مثلا ریاضی
درس میدادم برای یک چند دانه اطفال که ای پا بگین. پست استادی پلان، این درسای خودت تمام کردی باز چی پلان داری؟ یعنی اینجا خیلی شما میفهمید که چی نوشته کنین. اینجا بالای توضیحاتم داده. خب دوستان اینجا این انگیزنامه‌تون چند بخش داشت؟ 1 2 3 و 4 بخش داشت و هر بخشش باید از 150 کلمه بیشتر نباشه. میتونه از کم باشه، مثلا میتونه 50 کلمه باشه، میتونه 100 کلمه باشه، 70 کلمه باشه، ولی از 150 کلمه زیاد قبول نمیکنه. یعنی اینجا من سابمیت اپلیکیشن میذارم. دوستان چقدر ساده بود نه چیزش. ثبت نامش شما بدون از یک کدام جای برین که بگین به شما ثبت نام کنه، فقط در بخش نمی انگیزنامه‌تون اگر نمیتونین از کسی کمک بگیرین و نوشته کنین، اونا رو بگین که یک بار سعی کنه و ما ان شاء الله در آینده نزدیک یک ویدیو میمونم که اون انگیزنامه ها نوشته کنی. خب دوستان بالای سابمیت کلیک میکنیم میبینیم که چی میشه. خب make sure each essay input has a minimum of 100. خب دوستان یک چیز اینجا گفته که باید همین ایسی تون هر بخشش باید حداقل 100 لغت باشه. خب من پیشتر گفتم میتونه 50 و 70 باشه، 50 و 70 نمیتونه باشه دوستا، حداقل باید 100 لغت باشه و حد اکثرش 150 لغت باشه. خب پس من میرم حداقل 100 لغت باید اینجا پر کنم دوستا. خب من اینجا حالا فعلا اون هر چیز تایپ کنم میرم تا که میذارم 100 لغت پر شه. ولی خب دوستا شاید 100 لغت پر شده باشه. خب یعنی اینجا 100 لغت باش. من میرم از چت جی پی تی پرسان کنم یک چیزی بگم که برای من نوشته کو write 100 word text. یعنی دوستان این چت جی پی تی هم بسیار یک چیز خوب است. من اینجا یک چیزی نوشته کردم و میرم اینجا کپی پیست میکنم، پیست تا که همون 100 لغت را حداقل پر کرده باشه. خب شما اینا رو رقم رو پر نمیکنین دوستا، باید دقیق بالای سوالا کار کنین و جواب بدین. ببینیم حالا سابمیت کنیم سابمیت میشه یعنی. خب بازم نشد، حتما باز کلمات کم است. خب دوستا بالای سابمیت باز کلیک میکنم. خب اینا رو چک خورد دوستا. اونجا چیکار یعنی موفقانه ثبت نام شد دوستا. اینجا دیگه چیزایی گفته this page is stored your application. شما میتونید دوباره باز وارد سایت شوین و ببینین همو ثبت نامتون را. IPS fully funding دوستا. ما اینجا یک بورس کاملونگان ثبت نام کردیم. بخش سرجانه موشد در زبان اندونزی باشه. بیچلر لیسانس میشه. فاکولتی of economic در 15 اقتصاد و تجارت ثبت نام کردیم و در رشته مدیریت در زبان انگلیسی میخوایم درس بخونیم. status waiting for document review. یعنی استیتاسش مهم است. شما هر وقتی کامل چک کردین میبینید استیتاس هم حالت ثبت نامتون سعی میکنین که در کجا رسیده، هم حالت درخواستیتون را. در اینجا گفته waiting for document review. گفته شما باید منتظر باشین برای ریویو اسنادتون. ریویو هم بررسی میشه، بررسی اسناد. فعلا بررسی اسناد دانشگاه قرار داره. دانشگاه اسناد رو بررسی میکنه، باز در اینجا یک چیز در زیرش نوشته میکنه، یک جزئیات میده که شما قبول شدین و یا رد شدین. registration number. خب اینم آیدی ما هست دوستا، یا registration نمبر ما هست دیگه. اینم از یک پا شما بدون از اینکه در دانشگاه اینا ایمیل کنین میتونین هر از گاهی برین و سعی کنین دانشگاه شما را قبول کرده یا رد کرده. تشکر از اینکه ما بودین دوستا. ویدیو کمی طولانی شد دیگه. بسیار تشکر از حمایت های شما و لطفاً کانال ما سابسکرایب کنین، ویدیوهای دیگه ما را ببینین. اگر مورد حمایت شما بود لایک کنین، کامنت بدین. تشکر و ممنون.